سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که اتفاقای اخیر کامیونیتی فارسی و حالا کلا یوتیوب فارسی و اینا رو بررسی کنیم و بهتونم بگم که قراره ویدیو بذارم نذارم، چجوری قراره ویدیو بذارم، قراره خدافزی بکنم یا نه، و کلا قراره راجع به آینده کانال و اینا باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید یوتیوب درآمد ایرانی‌ها رو خیلی کم کرده و تقریبا به صفر رسونده. یعنی اصلا خیلی قرار نیست دیگه ویدیو بذارن، چنلشون رو خارجی کردن و اینا، یا کیفیت ویدیوهاشون مثل قبلا میاد پایین تر، خاطر اینکه قضیه ادیت و ادیتور و اینا، چون اونا خب وقتی درآمد کمی دارن قطعا نمیان از اون درآمد کمشو بدن به ادیتوراشون. من خودم ادیتور چند تا یوتیوبر بودم و اگه این اتفاق واقعا بیفته، حالا این پیش بینی منه، در بدترین حالت یعنی کلا دیگه من قرار نیست درآمدی کلا داشته باشم از حالا فضای مجازی و این داستانا. من که خودم هنوز کانالم مانیتایز نشده و هیچ پولی نداره، یعنی هیچ درآمدی از یوتیوب ندارم. از اولش هم مثلا من دیلی کار میکردم، حالا یکم مونده بود که به درآمد برسم، یعنی یکم مونده به درآمد برسم که دیگه اونم داداش دیگه مهم نیستش. من کلا از اول یوتیوب و اینا یه قولی که به خودم دادم این بوده که آقا من خوشحال کردن مخاطبا اولین اولویتم میشه و قطعا از پول و مزایای یوتیوب و اینا برام مهمتر باشه. و وقتی من خوشحال بودن مخاطبامو میبینم، اون انرژی که میگیرم از پول بیشتره. حداقلش این انرژی موندنیه. 4 جا دیگه ازم پرسیدن آقا تو چی کار کردی، میگم آقا من 4 نفر رو خوشحال کردم و ویدیوم یا تونستم بخندونمشون یا یه چیزی بهشون یاد دادم. من کلا همیشه سعی کردم بهترین ویدیو ممکن با بهترین کیفیت ممکن، چه از نظر ادیت، حالا من خودم ادیتورم، سنگ تموم میذارم من برای ویدیو، حتی یه سری شبا کلا نخوابیدم که ویدیو مثلا برسونم و اینا. تامنیل میکرم خیلی خوب تامنیل میزنه و این داستانا، همه اینا دست به دستم داده که من یه ویدیو با کیفیت زیاد به شما ارائه بدم. آره آقا، قراره که پرقدرت ادامه بدیم، منتظر ویدیوهای خفن باشید و تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.